سلام، من صدیقه آمریون هستم. به کانال خودتون خوش اومدید. امروز اومدم با یه آیتم جدید به نام بستنی زعفرونی. بستنی زعفرونی که بدون تخم مرغ براتون درست میکنم. انشالله که خوشتون بیاد. خب مواد لازم یه لیتر شیر نیاز داریم، شکر 200 گرم، پودر هل 1/4 پیمانه، به اضافه وانیل 1/4 پیمانه، خامه 1/2 پیمانه، گلاب 1/2 پیمانه، زعفران به مقدار لازم، پسته به مقدار لازم و پودر فراوری که توضیح میدم برای چی دارم بهش اضافه میکنم 1/4 پیمانه و ثعلب برای کشدار شدنش به اندازه یک قاشق مربا خوری. خب عزیزان، من 1 لیتر شیر رو اضافه میکنم داخل ظرفم. شیرتون پرچرب باشه کیفیت کارتون میره بالا، خیلی بهتره. شکرم رو با ثعلب مخلوط میکنم و هم میزنم و به شیرم اضافه میکنم. خب تا اینجای کار ما مخلوط کردیم، ما بقیه رو روی گاز بهتون نشون میدم. خب حرارت بستنی من حرارتش کم شده، گذاشتم یه خورده حرارتش کم بشه و خامه رو بهش اضافه میکنم. تو این مرحله آخر کم کم خامه رو بهش اضافه میکنم. خب نکته داره اینجا، اگه بستنی ما شکرش زیاد بشه چه اتفاقی میفته؟ بستنی شما اصلا عمل نمیاد. اگه شکرش زیاد باشه اصلا کشدار نمیشه و نمیبنده که جزء سوالات فنی حرفه‌ای ما هم هست. خب خامه رو بهش اضافه کردم. مرحله های هم زدنش هر 20 دقیقه یا هر 25 دقیقه از یخچال از فریزر در میارید، همش میزنید. توی 5 مرحله باید انجام بشه. 5 مرحله این ظرف رو داخل فریزر میذارید و بعد از 20 دقیقه به 20 دقیقه میارید هم میزنید. مرحله آخری که ما میخواستیم انجام بدیم و هم بزنیم، این حالت بستنیمون یه خورده بیشتر گرفته، کشدار شده و ما مغز پسته رو بهش اضافه میکنیم و داخل مواد رو میزنیم و بعد انتقال میدیم روی نون میکادو که اونم باز مراحلاشو براتون انجام میدم. خب کارمون تموم شد بستنی ما و ما این ظرفمو میذارم حرارتش قشنگ بیاد پایین، بعد داخل فریزر میذارم. خب دوستان، من بستنی که درست کردم گذاشتم داخل فریزر، بعد از 20 دقیقه در میارم و هم میزنم. ولی به خاطر مراحل انجام کار و دفعاتش زیاد هست، من بستنی رو آماده کردم و آماده مرحله آخر رو بهتون نشون میدم. مرحله آخر که شما مرحله آخر رو که تو این 5 مرحله که هم میزنید، پسته دوست داشتید اضافه کنید، دوست نداشتید اضافه نکنید که من اینجا اضافه نکردم. و یک ظرف برمی‌دارید، مشام فریزر زیرش میذارید و مایه رو میریزید که وقتی هم میزنید داخل ظرف میریزید. وقتی که داخل ظرف ریختید از داخل ظرف در میارید و انتقال میدید به روی نون میکادو. خب من میخوام سنتی درست کنم دیگه و من این کار رو انجام میدم. خب نون میکادو ما نصف میکنم و فیکسش میکنم. اضافه ها و کنارش رو کات میکنم. خب دوستان، کار من تموم شد. بستنی ها رو داخل نون میکادو گذاشتم. خوشحال میشم نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای من بنویسین و دوست دارین برای جلسه بعدی چی به شما، چه آیتمی رو به شما آموزش بدم و کانال خودتون رو دنبال بکنید و با رضایتتون یه لایک بکوبید. خوشحال میشم.